مشت مزن بر دل پر حوصله ما، بگذار که سربسته بماند گله ما. سلام سلام دوستان عزیزان، هموطنان گلم، دوستان نازنین در هر گوشه و کناری از این کره خاکی که هستید، امیدوار هستم جور و صحت سری حال باشید و لباس عافیت در تن داشته باشید. دیگه همونطور البته سرشار از انرژی باشید تا بتوانید که پست های یا ویدیو های یا بعضی چیزکای جالب که به شما حیزان می سازم حوصله دیدنش داشته باشین. دیگه خواهرها، مادرها، خوشو جانای میربان، خوشو گکای نازنین، سنوگکای نازدانه، از ما هیچ وقت خفه نباشین، چون من ویدیویی که میسازم درباره همی خوشو یا سالهای سالم که اگر ویدیو بسازم بازم تمامی نداره، چون که همگیش حقیقت داره. خب این ما به حساب خدای نخواسته چینم ویدیو جور نمی کنم، باش که مترتیر شد فکرم بخی اون طرف رفت صحیح استاپم نگرفتم. یعنی من که درباره خشوع جور میکنم، خب این شکر خداوند برسانه یک وقت خودم خشوع میشم و فعلا هم که خودم سنوی کسی هستم، خشوع دارم، مثلا زنی هاری کسی هستم، زنی بیادری کسی هستم، خب نمیشه که من همگیر خدای نخواسته به چشم بعد آدم ببینن، نه خیر نه. بعضی وقت کمک واری همه تو بخندید و بعضی وقت گذشته که جالبتان یک دفعه برین با یادی هم زنی ورداری بیایتان بفتین. منتها دیگه شما دوستان خواهش میکنم که ویدیوهایی که من میسازم، خوی یک دو دقیقه ویدیو یک دقیقه که برای یک چند لحظه به خنده میسازم یک گپ جدا، اما ویدیوهایی که من میسازم من بسیار کوشش میکنم که ویدیوهای من باید از آموزنده باشه و از شما دوستان عزیز این خواهشم است، از شما مادرها و خواهرها این خواهشم است که ویدیوهای مرا تا آخر ببینید. انشالله که در آخرش کدام گپکای همون تو به درد خور می باشه. خود دیگه پرحرفی نمی کنم. راستی دیگه هر مثلا اعتقادی داشته باشین با دلتان، هر گپی که دارین باید از با کامنت اگر نوشته کنین من زیاد خوشحال میشم، که بعضی وقت آدم خب انسان ها همیشه سرشار از اشتباهات می باشه که من هم متوجه بعضی اشتباهات بعضی از گپای خود باید است که شوم دیگه. یعنی الان که هست گفتم امروز روزی دوم بلک فرایدی هسته و میخوایم که برم از یگان جای، یگان مالی، یگان مغازه به شما حیزان البته ویدیو داشته باشم و حالا میرم پشت خوارخانده خود، یعنی خوارخانده اصلی، نه او خوارخانده گکای کپچگل، بادام گل، پستگل، نه خوارخانده اصلی خودم میگیرم. برش زنگ زده بودم دیگه، حالا شاید آماده شده، میریم کدام مغازه ای که او خواست میریم دیگه. خب خوارخانده باز ویدیو نمی باشه. خب فعلا من ویدیو را قطع میکنم، برم پشت دروازه خوارخانده دیگه، بعدا بخیر باز میبینیم دیگه. برو عکس نمیخواد بابا کریسمس. بابا فشن کرده چیش دیگه تو دیگه. روی بابا کریسمس یک دفعه بگیرم. دیروز در چیز مغازه سنتسیم دیروز رفتم، از اونجا زیاد مقبول که او رو بخی زیاد مقبول از اونجا. وقتی اول بریم سبا، بریم سبا وقتی اول بریم. خب نه حالی نه امروز نه، امروز نه میشه فاتی هم هسته.
یک خواه یک دکان عربی بود تو بیا. او وقت شوخیش هسته هیچ. این دکان عربی بالشتای قالنچه‌ای نه قالنچه نه سترنجی یعنی نه گلم گلیم بیا بریم سوی اخچه خمسه استالفیه چی پشتی های کتا کتا رسیکو چشمک مورا را که در خانه خود بند کنین که نظر نشه خانه شما. در کجا؟ خب؟ یا 190 190 است یک ست شه یه روزی گلوس چیزا که بگیری نه چای دم کنین که ننو نظرتان نکنه بازم در جن ننو آی خدا جانه یک چشمک مورای کاش سکن خب تو باشه این لاین اول خلاص کن لاین که بیریم لپاگه کاش چقدر مقبوله نام خدا موتر پر و جمع و جوش این چه گردن بندای زید نقره چقدر مقبول هستیم اینجا؟ در ترکیه؟ در ترکیه؟ دستبندای چی؟ چشمک موره خود اونجا در پیسه خودون چی اینجا در دلاره دیگه نه؟ هرچی هست از این پشتی سترنجی گفتم هرچی هست از پشتی سترنجی نه؟ سترنجی نه؟ سترنجی نه جمع جوش خب خوب چیزگاه انتیک هم داره ای
مشکل بیا جمع جوش دار سیکو در پایین کس رستوران هست دیگه، رنگ و رنگ رستوران ها هست در پایین، چه خوب گیروبار و جمع جوش. برو باز ما هم تا بریم نه؟ سال نو است دیگه، دم دم سال نو، خرید است و برید است و خوردن است و ششتن است و چکر است و آفرین. بیا ها ها خب دوستان عزیز نگفته نماند که چی است، مال سن برونو هسته که امروز البته در مال سن برونو آمدیم باش ببینیم یگان چیزای خریدیم که نخریدیم، ما چون دیگه مقصد آمدیم چند دقیقه هم بگردیم و هم ویدیوی ما شوه، هم به حساب در بیرون خب پیاده گشتی نمیشه چون هوا سرد است دیگه، هم پیاده گشتی با بشه. هم باش که پایین بریم که پایین دیگه چی گپا، خب سر ساتیری هست امروز. یاره گپ است که وقتی که در چیز یک دفعه داخل شد مجبور قبول کو، هر چیزه گوش کو قبول کو دیگه. بیا خیر باشه. خانمو شکر دارم که بیام بخشی رستوران ها هسته باش که سعی کنیم که پیغان چیز بگیریم نگیریم. مشکل نوبت گرفتیم در پول روش که توش نشدیم، روز هم چاش شد از پول روش که هست بسیار یک نان مزدار داره. بازمی مرغ شکست اوه مرغ شکست بیخی گریل کلگی است، یاره به سر آتش بود پختم. خب دوستان عزیز دیگه جای همه تان خالی دیگه، نان بسیار هم بود تو مزدار بود که واقعا از پول روز زیاد مزدار است دیگه. برای فعلا ما ویدیو را قطع می سازم و امیدوار هستم که از ویدیوهای و لذت ببرید دیگه. وقتتان خوش، شب و روزتان خوش.